сураи Нисо яъне занон дар Мадина нозил шуд 176 оят ва 24 руку аст. бисмиллаҳир роҳманир роҳим. ба номи Худои бахшояндаи меҳрубон. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ای مردم، از پروردگارتان بترسید که شما را از یک کس بیافرید و از آن یک کس زن او را آفرید و از این دو کس مردم بسیار و زنان بیشمار پراکنده ساخت. و از خدا بترسید که به نام او از یکدیگر سؤال میکنید و از قطع خویشاوندی بترسید، به درستی که خدا بر شما نگهبان است. و آتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. و به یتیمان اموالشان را بدهید و ناپاکیزه را با پاکیزه بدل مکنید و اموالشان را به اموال خود به هم آورده مخورید، همانا این گناه بزرگ است. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. و اگر بدانید که در حق دختران یتیمه عدل نتوانید کرد، پس از زنان دیگر آنچه شما را خوش آید 2 و 3 و 4 نکاح کنید. و اگر دانید که در این صورت نیز عدل نتوانید کرد، پس با یک زن نکاح کنید، یا آن را که دستهای شما مالک شد، یعنی کنیزک مخصوص برای همخوابگی گیرید. این کار به آن نزدیکتر است که جور نکنید. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. و به زنان مهرشان را به خوشدلی بدهید و اگر زنان از بعضی مهر برای شما به خوشدلی درگذرند، پس آن را سازگار و خوشگوار بخورید. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. و به بیخردان اموال خود را مدهید که خدا آن را برای شما سبب استقامت معیشت کرده است و از این مال آنها را بخورانید و بپوشانید، با آنها سخنی نیکو بگویید.
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. و یتیمان را امتحان کنید، یعنی تا هنگام بلوغ، تا آنگاه که به حد نکاح رسند، یعنی بالغ شوند. پس اگر حسن تدبیر آنها را دریافتید، اموالشان را به آنها برسانید و آن اموال را از ترس آن که بزرگ شوند به اسراف و شتاب مخورید، یعنی در خردسالی آنها. و هر کی توانگر باشد باید که پرهیزگاری کند، یعنی ولی یتیم اگر توانگر باشد از مال یتیم چیزی نگیرد. و هر کی فقیر باشد باید که به وجه پسندیده بخورد. پس چون به آنها اموالشان را رسانید، بر آنها گواه گیرید و خدا حساب کننده بس است. للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. مردان را از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند حصه است و زنان را از آنچه پدر و مادر و خویشان بگذارند حصه است. از آنچه کم باشد آن مال یا بسیار، این حصه مقرر کرده شده است. و اذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. و چون خویشان و یتیمان و گدایان هنگام تقسیم میراث حاضر شوند، پس چیزی از آن به آنها بدهید، یعنی به طریق مهربانی، و به آنها سخنی نیکو بگوید. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. و باید که از خدا بترسند، آنان که اگر بعد خود فرزندان ناتوان را بگذارند بر آنها بیمناک باشند که نابود شوند. پس باید که از خدا بترسند و باید که سخنی استوار بگویند. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. همانا آنان که اموال یتیمان را به ظلم میخورند، جز آن نیست که در شکم خود آتش را میخورند و به زودی به دوزخ درآیند. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم
السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. خدا شما را در حق فرزندانتان حکم میکند که حصه مرد مانند حصه دو زن است و اگر دختران زیاده از دو باشند پس 3/3 آنچه میت گذاشته است از آن آنها است و اگر فرزندش یک دختر باشد پس نیمی طریقه یعنی آنچه از میت باقی مانده است شکل درستی کلمه ترکه برای اوست و اگر میت فرزند داشته باشد 6/1 آنچه بگذاشته است از آن هر یک از پدر و مادر میت است و اگر او فرزند نداشته باشد و پدر و مادرش وارثی او شوند پس 3/1 از آن مادرش است و اگر میت را برادران باشند پس 6/1 برای مادرش است. این تقسیم بعد ادای وصیت است که میت به آن فرموده است یا بعد ادای قرض است. شما نمیدانید که از پدران شما و پسران شما کدام یک در نفع رسانیدن به شما نزدیکتر است. این حصه معین کرده شده از جانب خداست به درستی که خدا دانای استوارکار است. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله علیم حلیم. به نیمه آنچه زنانتان بگذاشتند اگر آنها فرزند نداشته باشند از آن شما است و اگر آنها را فرزند باشد پس 4/1 حصه آنچه بگذاشتند برای شماست بعد ادای وصیتی که به آن فرموده باشند یا بعد ادای قرض و 4/1 آنچه شما بگذاشتید زنان راست. اگر شما فرزند نداشته باشید و اگر شما فرزند داشته باشید پس 8/1 آنچه شما بگذاشتید برای زنان است بعد از ادای وصیتی که به آن فرموده باشید یا ادای قرض. و اگر مردی مرده که از وی میراث میبرند یا زنی مرده کلاله یعنی کسی که پدر و فرزند و برادر و خواهری همتنه یعنی اوگای ندارد باشد و او را برادر یا خواهر بود
یعنی احیافی برادران و خواهران همبطن مادر یک. پس 6 یک از آنی هر یک از آنها است و اگر زیاده از این باشند پس آنها در 3 یک با هم شریکند. بعد ادای وصیتی که به آن فرموده شد یا بعد ادای قرض، نه وصیتی که ضرر رساننده باشد، یعنی وصیتی که زیاده از 3 یک بود اعتبار ندارد. این حکم از جانب خدا است و خدا دانای بردبار است. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. اینها همه حدهای مقرر کرده خدا است و هر کی بر خدا و رسول او فرمان برداری کند او را به بهشت های درآورد که زیر آن جایها می رود، در آنجا جاویدانند و این کامیابی بزرگ است. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهین. و هر کی به خدا و رسول او نافرمانی کند و از حدهای مقرر کرده او بگذرد او را به آتش درآورد در حالی که در آن جاوید باشد و او را عذاب خار کننده است. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. و از زنان شما آنان که زنا میکنند پس 4 مرد از جنس خویش یعنی مسلمان بر آنها گواه طلبید. پس اگر گواهی دادند آنها را در خانه ها محبوس کنید تا آنکه مرگ عمر آنها را تمام کند یا خدا برای آنها راه مقرر کند. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. و آن 2 را از شما که زنا میکنند آزار دهید. اگر توبه کردند و نکوکاری پیش گرفتند پس از عذاب دادن آنها رو بتابید. به درستی که خدا بازگردنده مهربان است. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. جز این نیست که وعده قبول توبه بر خدا برای کسانی لازم است که به نادانی معصیت میکنند بعد از آن زود توبه میکنند. خدا بر آن گروه به رحمت باز میگردد و خدا دانای استوارکار است. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا ألیما. و وعده قبول توبه آن کسانی را نیست که معصیت ها میکنند تا آنگاه که کسی را از آنها مرگ پیش آید. میگوید
ба дурустӣ ки ман алҳол тавба кардам ва на он касонерост ки кофир бимиранд. барои ин гурӯҳ азоби дарддиҳанда омода сохтаем. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ای مؤمنان، برای شما حلال نیست که زنان میراث گیرید و آنها ناخوش باشند و آنها را منع مکنید، یعنی از نکاح با هر کی خواهند، تا بعضی از آنچه را که به آنها داده اید به دست دارید، مگر این که آشکارا کاری بد بکنند، یعنی پس می توان آزار داد و با زنان به وجه پسندیده زندگانی کنید. زیرا اگر آنها را ناپسند کنید، پس شاید شما چیزی را نپسندید که خدا در آن خیر بسیار را پیدا کند. سوره نساء آیت 19. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. و اگر زن به جای زن بدل کردن خواهد و به یکی از آنها مالی بسیار داده باشد، یعنی مالی بسیار در مهر داده باشد، پس از آن مال چیزی را باز مگیرید. آیا آن را به ستم و بیدادی آشکارا میگیرید؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. و چگونه آن را باز میگیرید حال آنکه شما از یکدیگر کام ستانیده اید، یعنی خلوت کرده اید و زنان از شما پیمان استوار را گرفتند؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. و از زنان با کسی نکاح مکنید که با او پدران شما نکاح کرده باشند، لیکن آنچه گذشته است در آن عفو است. همانا این کاری بد و خشم است و این بدراه است. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
بر شما حرام کرده شدند مادران شما و دختران شما و خواهران شما و خواهران پدران شما و خواهران مادران شما و دختران برادر و دختران خواهر و آن مادران شما که به شما شیر دادند، یعنی دایه ها، و خواهران شما از جهت شیرخوارگی و مادران زنان شما و دختران زنان شما که در کنار شما پرورش می‌یابند. از بین آن زنان شما که با آنها آمیزش کردید و اگر با آنها آمیزش نکرده باشد پس بر شما هیچ گناه نیست. و زنان پسران شما که از پشت شما باشند و آن که میان دو خواهر جمع کنید، یعنی در یک زمان زن کردن دو خواهر برای مرد حرام است. لیکن آنچه گذشت در آن عفو است، به درستی که خدا آمرزنده مهربان است. سوره نساء: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. و حرام کرده شدند زنان شوهردار مگر آن که دست شما مالکی او شده است، یعنی زنی که در جنگ اسیر مسلمانان شده است. اینها حکم‌های است که خدا بر شما لازم ساخته است. و غیر از این همه دارایی برای شما حلال کرده شد که با اموال خود برای عفت نکاح طلب کنید، نه برای شهوترانی. پس از آن که از زنان کام گرفتید مقرر کرده شده است که مهرشان را به آنها بدهید، یعنی بعد جما دادن تمام مهر لازم می شود. و بر شما بعد مهر مقرر در آنچه با یکدیگر راضی شدید هیچ گناه نیست. بعد مقرر کردن اگر با رضایت همدیگر زیاده یا کم کنید باک نیست، به درستی که خدا دانای استوارکار است. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. و هر کی از شما از جهت توانگری نتواند که با زنان آزاد مومن نکاح کند، پس باید با آن که دست شما مالک او شده است، یعنی از کنیزکان شما که مومن باشند نکاح کنید و خدا با ایمان شما داناتر است. بعضی شما از جنس بعضی است، پس با کنیزکان با اجازت مالکشان نکاح کنید و مهرشان را با خوشخویی به آنها بدهید، در حالی که عفیفه باشند، یعنی پاک دامن، نه زنا کننده و نه پنهانی دوست گیرنده.
و چون در قید نکاح شوهر در آمدند، اگر زنا کنند، پس برای آنها نیم مقدار عقوبت است که بر زنان آزاد است. این برای کسی از شما است که از گناه بترسد و آن که صبر کند برای شما بهتر است و خدا آمرزنده مهربان است. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. خدا می خواهد برای شما بیان کند و شما را بر راه‌های کسانی هدایت نماید که پیش از شما بودند و بر شما بر رحمت باز گردد و خدا دانای استوارکار است. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. خدا می‌خواهد توبه شما را بپذیرد، ولی آنان که از پی شهوت می‌روند می‌خواهند که شما به کجروی عظیم افتید. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. خدا می‌خواهد بار شما را سبک کند، زیرا آدمی ناتوان آفریده شده است. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید، غیر مالهای تجارتی که هر دو طرف به آن رضایت داده باشد و خودتان را مکشید. هر آینه خدا با شما مهربان است. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. و هر کی این کارها از روی تجاوز و ستم کند، او را در آتش خواهم افکند و این بر خدا آسان است. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اگر از گناهان بزرگی که شما را از آن منع کردند پرهیز کنید، از دیگر گناهانتان در می‌گذریم و شما را به مکان نیکو در می‌آوریم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. آرزو مکنید آن چیزهایی را که به آنها خدا بعضی از شما را بر بعض دیگر برتری داده است. مردان را از آنچه کنند نصیب است و زنان را از آنچه کنند نصیب، و روزی از خدا خواهید که خدا بر هر چیز آگاه است. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. برای همه در آنچه پدر و مادر و خویشاوندان نزدیک به میراث میگذارند میراث بر آن قرار داده ایم و بهره هر کس را که با او قرار نهاده اید بپردازید که خدا بر هر چیز گواه است.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مردان از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است و از آن جهت که از مال خود نفقه می دهند بر زنان سرداری دارند. پس زنان شایسته فرمان بردارند و از غیبت شی عفیفند یعنی پاک و فرمان خدا را نگاه می دارند و آن زنان را که از نافرمانیشان بیم دارد پند دهید و از خوابگاهشان دوری کنید و بزنیدشان. اگر فرمان برداری کردند از آن پس دیگر راه ظلم پیش مگیرید و خدا بلند پایه و بزرگ است. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اگر از اختلاف میان زن و شوی آگاه شدید، داوری از کسانی مرد و داوری از کسانی زن برگزینید. اگر آن دو را قصد اصلاح باشد، خدا میانشان موافقت پدید می آورد که خدا دانا و آگاه است. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. خدا را بپرستید و هیچ چیز شریک او مسازید و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و به بینوایان و همسایه خویشاوند و همسایه بیگانه و یاری مصاحب و مسافر رهگذر و بندگان خود نیکی کنید. البته خدا متکبران و فخر فروشان را دوست ندارد. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهینا. آنان که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل وامی دارند و مالی را که خدا به آنها داده است پنهان میکنند و ما برای کافران عذاب خار کننده مهیا ساخته ایم. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرینا. و نیز کسانی را که اموال خیش برای خودنمایی خرج می کنند و به خدا و روز قیامت ایمان نمی آورند و هر کی شیطان قرین او باشد قرین بد دارد. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله
وكان الله بهم عليما. چی زیان بودشان اگر به خدا و روز قیامت ایمان آورند و از آنچه خدا به آنها روزی داده است انفاق یعنی صدقه کنند. خدا به کارشان داناست. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. خدا ذره هم ستم نمی کند. اگر نیکیه باشد آن را 2 برابر می کند و از جانب خود مزد بزرگ می دهد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. چگونه خواهد بود آن روز که از هر امت گواه بیاوریم و تو را بر این امت به گواهی فرا خوانیم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. در آن روز کافران و آنان که بر رسول عصیان ورزیدند آرزو کنند که با خاک زمین یکسان می بودند و هیچ سخنی را از خدا پنهان نتوانند کرد. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ای کسانی که ایمان آورده اید آنگاه که مست هستید به نماز و جای نمازخوانی یعنی مسجد نزدیک نشوید تا آنگاه که بدانید چی میگوید و نیز در حال جنابت تا آنگاه که غسل کنید مگر آن که رهگذر باشد و اگر بیمار یا در سفر بودید یا از مکان قضای حاجت بازگشته اید یا با زنان یعنی همسران با نکاح شرعی جما کرده اید و آب نیافتید با خاک پاک تیمم کنید و روی و دستهایتان را با آن خاک مسح کنید. هر آینه خدا عفو کننده و آمرزنده است. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. آیا آن کسانی را که از کتاب بهره داده شدند ندیده ای که گمراهی میخرند و میخواهند که شما نیز گمراه شوید؟ والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. خدا دشمنان شما را بهتر میشناسد و دوستی او شما را کفایت خواهد کرد و یاری او شما را بسنده است. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أن
إنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بعضی از یهودیان کلام را به معنی دیگرگون میکنند و میگویند شنیدیم و نافرمانی میکنیم و بشنو ناشنیدنی را و راینا به لغت خویش زبان را پخش میکردند و به دین اسلام طعنه میزنند. اگر میگفتند که شنیده ایم و اطاعت کردیم و انظرنا، برایشان بهتر و باثوابتر بود. خدا آنان را به سبب کفرشان لعنت کرده بجز اندک ایمان نیاورند. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ای کسانی که شما را کتاب داده شد، با کتابی که نازل کردیم و کتاب شما را نیز تصدیق می کند ایمان بیاورید، پیش از آن که نقش چهره های را محو کنیم و روی های را به قفا برگردانیم، یا همچنان که اصحاب سبت را لعنت کردیم شما را هم لعنت کنیم و فرمان خدا شدنی است. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. البته خدا گناه کسانی را که به او شرک آورند نمی بخشد و گناهان دیگر را برای هر کی بخواهد می آمرزد و هر کی به خدا شرک آورد دروغ ساخته و گناه بزرگ مرتکب شده است. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. آیا آنان را ندیده ای که خیشتن را پاک و بی عیب جلوه می دهند؟ آره، خداست که هر کی را خواهد از عیب پاک می گرداند و به هیچ کس حتی به قدر رشته که در شکاف دانه خرماست ستم نشود. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. بینگر که چگونه به خدا دروغ می‌بندند و همین دروغ کافی است که گناه آشکار باشد. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. آیا کسانی را که نصیب از کتاب داده شدند ندیده ای که به جبت و طاغوت ایمان می آورند و درباره کافران می گویند که راه اینها از راه مؤمنان به هدایت نزدیکتر است؟ اولئک الذین لعنهم الله ومن یلعن الله فلن تجد له نصیرا. این آن کسانند که خدا لعنتشان کرده است و هر کس را خدا لعنت کند برای او هیچ یاوری نیابی. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. یا از پادشاهی نصیب بردند که در این صورت به قدر آن نقطه خورده که بر پشت دانه خرماست
به مردم سود نمی رسانند. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. یا با مردم به خاطر نعمتی که خدا از فضل خیش به آنها داده است حسد میبرند، در حالی که ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و فرمان روایی بزرگ ارزانی داشتیم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعیرا. بعضی به آن ایمان آوردند و بعضی از آن روی گرداندند. دوزخ آن آتشی افروخته آنها را بس. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. آنان را که به آیات ما کافر شدند به آتش خواهیم افکند. هرگاه پوستی تنشان بپزد پوستی دیگرشان دهیم تا عذاب خدا را بچشند. خدا پیروزمند و حکیم است. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظلیلا. و آنان را که ایمان آورده و کارهای نکو کردند به بهشت هایی که در آنها نهرها جاری است درآوریم تا ابد در آنجا خواهند بود و در آنجا صاحب زنانی پاک و بی عیب شوند و در سایه های پیوسته و براحت جایشان میدهیم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. خدا به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانشان بازگردانید و چون در میان مردم به داوری نشینید به عدل داوری کنید. خدا شما را چی نیک و پند می دهد. البته او شنوا و بیناست. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خیر و احسن تأویلا. ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید و از رسول و سرداران خیش فرمان برید و چون در کار اختلاف کردید اگر به خدا و پیامبر رجوع کنید در این خیر شماست و سرانجام بهتر دارد. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. آیا آنان را نمی بینی که می پندارند که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده است ایمان آوردند، ولی می خواهند که بت را حکم قرار دهند، در حالی که به آنها گفتند که بت را انکار کنند. شیطان می خواهد گمراهشان سازد و از حق دور گرداند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. و چون آنها را گویند که به آنچه خدا نازل کرده و به پیامبرش روی آورد، منافقان را می‌بینی که سخت از تو روی گردان می‌شوند. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. پس چی گونه است که چون به جزای کارهایی که مرتکب شدند مصیبت به آنها رسد نزد تو می آیند و به خدا سوگند می خورند که ما جز احسان و موافقت قصد دیگری نداشته ایم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلیغا. خداوند از دلهایشان آگاه است، از آنها روی گردان و پندشان بده به چنان سختی که در وجودشان تأثیر کند. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. هیچ پیامبری را نفرستادیم جز آن که دیگران به امر خدا باید مطیع فرمان او شوند و اگر به هنگامی که مرتکب گناه می شدند نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر هم برایشان آمرزش می خواست، البته خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. نه، سوگند به پروردگارت که ایمان نیاورند مگر آن که در نیزایی که میان آنهاست تو را داور قرار دهند و از حکمی که تو میدهی هیچ دلتنگ نشوند و سراسر تسلیم آن گردند. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم
لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. و اگر به آنها فرمان داده بودیم که خود را بکشید یا از خانه هایتان بیرون روید، جز اندکی از آنان فرمان نمی بردند. و حال آنکه اگر پندی را که به آنها داده شده است کار می بستند، برایشان بهتر و بر اساس استوارتر بود. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. و آنگاه البته از نزدیکش مزد بزرگ به آنها می دادیم. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. و آنها را به راه راست هدایت می کردیم. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا. و آنان که خدای و رسول را فرمان بردند همراه آن کسانند از پیامبران و صدیقان و شاهدان و صالحان که خدا بر آنها انعام کرده است و آنها نیکو رفیقانند. ذلك الفضل من الله وكفى بالله علیما. این بخشایش از خداست و خدا دانا بس است. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. ای مومنان، سلاح خود را برگیرید و گروه گروه بیرون روید یا همه جمع آمده بیرون روید. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. و همانا از شما کسی هست که درنگ میکند، یعنی در رفتن. پس اگر مصیبت به شما برسد بگوید خدا بر من انعام کرد چون با آنها حاضر نبودم. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ معهم فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. و اگر نعمت از خدا به شما برسد گویا میان شما و میان وی هرگز دوستی نبود، بگوید کاش با آنها می بودم، پس مطلب بزرگ را می یافتم. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. پس کسانی که زندگانی دنیا را به عوض آخرت می فروشند باید که در راه خدا جنگ کنند و هر کی در راه خدا جنگ کند و کشته شود یا غالب باید به او مزد بزرگ بدهیم. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا.
و چیز شما را که در راه خدا جنگ نمی کند و نیز برای بیچارگان از مردان و زنان و کودکان، آنان یعنی گرفتاران به دست کافران که می گویند ای پروردگار ما، از این دهه که اهل آن ستمگرند ما را بیرون آر و از نزد خود برای ما کارساز مقرر کن و از نزد خود برای ما یاری دهنده مقرر کن. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. مؤمنان در راه خدا کارزار می کنند و کافران در راه طاغوت می جنگند. پس با دوستان شیطان جنگ کنید، به درستی که حیله شیطان سست است. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. آیا کسانی را ندیدی که به آنها گفته شد دستی خود باز دارد و نماز را برپا کند و زکات را بدهید، یعنی جنگ مکنید؟ پس قبول کردند. پس چون بر آنها جنگ نوشته شد، ناگاه گروهی از آنها مانند ترسیدن از خدا یا سخت‌تر از آن از مردم می ترسیدند و گفتند ای پروردگار ما، چرا کارزار را بر ما نوشتی؟ چرا تا وقت نزدیک ما را زنده نگذاشتی؟ بگو بهره‌مندی دنیا اندک است و آخرت برای کسی که پرهیزگاری کند بهتر است و مقدار ریشته ستم کردن نخواهد شد. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هر جا که باشد مرگ شما را در میابد، اگرچه در کاخهای بلند باشد و اگر به آنها نعمت برسد گویند این از نزد خدا است و اگر به آنها بدی برسد گویند این از نزد تو است. بگو همه از نزد خداست. پس این قوم را چی حال است که نمیخواهند سخنی را بفهمند؟ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. آنچه از نیکویی به تو رسید از خداست و آنچه از بدی به تو رسید از خود تو است و ما تو را برای مردم پیغمبر فرستادیم و خدا گواه بس است.
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هر کی پیغمبر را فرمان برداری کند پس همانا خدا را فرمان برداری کرده است و هر کی روی بگرداند پس تو را بر آنها نگاهبان نفرستاده ایم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. و می گویند یعنی در حضور تو فرمان برداری در دل ماست، پس چون از نزد تو بیرون روند گروه از آنها به وقت شب به غیر آنچه تو می فرمایی راه می زنند و خدا آنچه را می نویسد یعنی در نامه اعمال که شب می گویند. پس از آنها رو بگردان و بر خدا توکل نما و خدا کارساز بس است. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آیا قرآن را تأمل نمی کنند؟ اگر از نزد غیر خدا می بود البته در آن اختلاف بسیار می یافتند. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. و وقتی که خبری از ایمنی یا ترس نزد آنها بیاید آن را مشهور می سازند و اگر آن را به سوی پیغمبر و به سوی فرمان روایان از خودشان می گردانیدند همانا آن خبر را کسانی از آنها در می یافتند که حقیقت آن را برآورده می توانند و اگر بخشایش خدا و رحمت او بر شما نمی بود بجز اندک همه البته شیطان را پیروی می کردید. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. پس در راه خدا جنگ کن، جز برای خودت برای کسی جوابگر نیستی و مؤمنان را رغبت ده. نزدیک است که خدا جنگ کافران را باز دارد و خدا به جنگ شدیدتر و به عقوبت دادن سخت‌تر است. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. هر کی نیک شفاعت کند او را از ثواب آن بهره باشد و هر کی بد شفاعت کند او را از عذاب آن حصه باشد و خدا بر هر چیز تواناست. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. و چون سلام داده شود پس به گونه بهتر از آن سلام دهید یا به همان کلمه جواب دهید به درستی که خدا بر هر چیز حساب کننده است. الله لا اله الا هو
ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حدیثا. خدا که بجز او هیچ معبود نیست، البته شما را به روز قیامت در آن هیچ شک نیست به هم آورد. و کیست که در سخن از خدا راستگویتر باشد؟ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. پس چیست شما را که درباره منافقان دو گروه شدید و خدا آنها را به شومی آنچه کردند نگونسار ساخت؟ آیا می خواهید کسی را راه نمایید که خدا او را گمراه ساخته است؟ و هر کی را که خدا گمراه کند برای او هیچ راه نیابی. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. آرزو کردند که شما نیز کافر شوید چنان که آنها کافر شدند، پس برابر باشید. پس هیچ کس را از آنها دوست مگیرید تا آن که در راه خدا هجرت کنند، یعنی مسلمان شوند و هجرت کنند. و اگر روی گردانیدند، یعنی از اسلام و هجرت، پس هر جا که آنها را یابید اسیر بگیرید و بکشید و کسی را از آنها دوست یار مگیرید. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. مگر آنان را که با گروه پیوند دارند که میان شما و میان آنها پیمان هست، یا نزد شما بیایند و سینه آنها از آن که با شما بجنگند یا با قوم خویش بجنگند تنگ آمده است. و اگر خدا میخواست همانا آنها را بر شما پیروز میساخت، پس با شما میجنگیدند. و اگر از شما یکسو شوند و با شما جنگ نکنند و به سوی شما پیغام صلح را بیفکنند، پس خدا شما را بر آنها راه نداده است. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. بزودی قوم دیگری را خواهید یافت که میخواهند هم از شما امین شوند و هم از قوم خود امین شوند. هرگاه که به سوی فتنه انگیزی بازگردانیده می شوند، در آن نگونسار انداخته شوند، یعنی صلح می کنند و باز پیمان شکنی می نمایند. و اگر از شما یکسو نشوند و به سوی شما پیغام صلح را نافکنند و دست خویش را باز ندارند، پس هر جا که آنها را یابید اسیر بگیرید و بکشید و ما به شما بر آنها حجتی آشکار داده ایم.
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. و مؤمنی را نسزد که مؤمنی را بکشد مگر به خطا، یعنی به غیر قصد قتل واقع می شود. و هر کی مؤمنی را به خطا بکشد پس بر اوست آزاد کردن برده مؤمن و رسانیدن خونبها به کسانی مقتول مگر آن که از آن درگذرند. و اگر مقتول از گروه دشمنان شما و مؤمنین باشد پس بر اوست آزاد کردن برده مؤمن، یعنی خونبها لازم نیست. و اگر مقتول از قوم باشد که میان شما و آنها پیمان است پس بر وی است رسانیدن خونبها به کسان او و آزاد کردن برده مؤمن. و هر کی نیابد پس بر اوست 2 ماه پی در پی روزه داشتن. این به جهت قبول توبه از جانب خدا است و خدا دانای استوارکار است. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. و هر کی مؤمن را به قصد بکشد پس جزای او دوزخ است، در آن جاوید باشد و خدا بر او خشم گرفته است و او را لعنت کرده است و عذاب بزرگ برای او آماده ساخته است. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ای مؤمنان، چون در راه خدا سفر کنید نیک تحقیق کنید و کسی را که به شما با سلام مراجعت کند مگوید مؤمن نیستی، متاع زندگانی دنیا را می طلبید و نزد خدا غنیمت های بسیار هست. شما پیش از این همچنین بودید و خدا بر شما انعام کرد. پس تحقیق کنید به درستی که خدا به آنچه می کنید آگاه است. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.
از مؤمنان بازنشستگان غیر معذور، یعنی مؤمنانی که به سبب عذرناک نشینند و به جنگ نروند و در راه خدا با مال و جان خیش جهاد کنندگان برابر نیستند. خدا در مرتبه ها به آنان که با مال و جان خیش جهاد کنندند بر بازنشستگان فضل داده است و خدا هر یکی را وعده نیک کرده است و خدا مجاهدان را بر بازنشستگان به مزد بزرگ برتری داده است. درجات منه و مغفرة و رحمه و کان الله غفورا رحیما. این مرتبه ها و آمرزش و بخشایش از جانب او است و خدا آمرزنده مهربان است. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بدرستی با آنان که فرشتگان ارواحشان را قبض کردند در حالتی که برگشتند ستمگر بودند، یعنی به ترک هجرت. فرشتگان گفتند شما در چه حال بودید؟ گفتند در زمین بیچارگان بودیم. گفتند آیا زمین خدا فراخ نبود تا در آن هجرت میکردید؟ پس جای آنها دوزخ است و او بد جای است. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. مگر آنان از مردان و زنان و کودکان که به حقیقت ناتوانند هیچ چاره ندارند و هیچ راه نمیابند. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. پس نزدیک است که خدا آنها را عفو کند و خدا عفو کننده آمرزنده است. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. و هر کی در راه خدا ترک وطن کند، در زمین اقامتگاه بسیار و فراخی معیشت بیابد و هر کی مهاجر شده به سوی خدا و پیغمبر او از خانه خود بیرون رود، پس او را مرگ دریابد، یعنی در راه پیش از رسیدن به مقصد. پس به درستی که مزد او بر خدا است و خدا آمرزنده مهربان است. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. و چون در زمین سفر کنید و اگر از آن بترسید که کافران شما را در بلا افکنند، پس گناه بر شما در آن نیست که از نماز مقدار کوتاه سازید. همانا کافران برای شما دشمنی آشکارا هستند. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ منهم
معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. و چون در میان آنها باشی، یعنی وقتی خوف، و برای آنها نماز را برپا کنی، باید که گروه از آنها با تو بایستند و سلاح خویش بگیرند و چون سجده کنند باید که از پس شما باشند، یعنی مقابل دشمن، و آن گروه دیگر که هنوز نماز نکردند باید که بیایند و با تو نماز کنند و باید که حذر، یعنی خود زره، سپر و مانند آن و سلاح خود را بگیرند. کافران آرزو کردند که کاش از سلاح و متاع خویش غافل شوید تا یک باره بر شما حمله کنند، و اگر شما را رنج از باران باشد پس بر شما هیچ گناه در آن نیست که سلاح خود را بنهید و البته حذر خود بگیرید. به درستی که خدا عذاب رسوا کننده برای کافران آماده کرده است. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. پس چون نماز را تمام کردید، خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوی خویش یاد کنید، و چون از خوف آرمیدید نماز را برپا کنید، یعنی به طریق امن. به درستی که نماز بر مؤمنان فرضی وقت معین کرده شده است. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. در جستجوی کافران سستی مکنید. اگر شما دردمند می شوید، آنها نیز دردمند می شوند، چنان که شما می شوید، و شما از خدا آنچه را امید دارید که آنها را به آن امید نیست، و خدا دانای استوارکار است. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. همانا ما کتاب را براستی به سوی تو فرود آوردیم تا با آنچه خدا تو را شناسا ساخته است در میان مردم حکم کنی و برای حمایت خیانت کنندگان خصومت کننده مباش. واستغفر الله ان الله كان غفورا رحیما. و از خدا آمرزش بخواه، به درستی که خدا آمرزنده مهربان است.
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثیما. و از جانب آنان که به خویشتن خیانت میکنند خصومت مکن. همانا خدا کسی را دوست ندارد که خیانت کننده گناهکار باشد. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. از مردم پنهان میکنند و از خدا پنهان نمیکنند و شبانگاه آنچی را از سخن که خدا نمیپسندد مشورت میکنند. خدا با آنها است و خدا به آنچی میکنند فراگیرنده است. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. آگاه باشد شما ای قوم که از طرف آنها در زندگانی دنیا خصومت کردید. پس کیست که روز قیامت از طرف آنها با خدا خصومت خواهد کرد و یا کیست که بر آنها کار سازنده باشد؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. و هر کی کاری بد بکند یا بر خویشتن ستم کند سپس از خدا آمرزش طلبد خدا را آمرزنده مهربان بیابد. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. و هر کی گناه بکند پس جز این نیست که آن را بر جان خویش میکند و خدا دانای استوارکار است. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. و هر کی خطای یا گناه بکند سپس به آن به گناه را تهمت کند پس بهتان و گناه آشکار بر دوش خود برداشته است. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. و اگر فضل خدا و بخشایش او بر تو نمی بود گروه از آنها قصد کرده بودند که تو را گمراه کنند و به جز خویشتن کسی را گمراه نمی کنند و به تو هیچ زیان نرسانند و خدا بر تو کتاب و حکمت فرود آورده است و آنچه را نمی دانستی به تو آموخته است و فضل خدا بر تو بزرگ است. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. در بسیاری از مشورت پنهانی آنها خوبی نیست، لیکن خوبی در مشورت کسی است که به صدقه یا به کاری پسندیده
یا به صلاحکاری میان مردم فرماید و هر کی این را به طلب خوشنودی خدا کند به زودی به او مزدی بزرگ بدهیم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. و هر کی بعد از آن که راه راست برایش هویدا شد با پیغمبر مخالفت کند و غیر راه مؤمنان را پیروی کند او را با آنچه دوست می‌دارد واگذاریم و او را به دوزخ درآوریم و آن بد جای است. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. به درستی خدا آن را که به او شریک آورد نمی آمرزد و غیر آن هر کی را خواهد می آمرزد و هر کی به خدا شریک مقرر کند پس سخت گمراه شده است. این یدعون من دونه الا اناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. آنها بجز خدا نمی پرستند مگر الهه های را و نمی پرستند مگر شیطان سرکش را. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. که خدا او را لعنت کرده است یعنی شیطان را. گفت از بندگانت حصه‌ای در علم ازلی معین شده را البته بگیرم. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. و البته آنها را گمراه کنم و در آرزوی باطل افکنم و البته به آنها بفرمایم تا گوش چهارپایان را بشکافند و البته به آنها بفرمایم تا آفرینش خدا را تغییر دهند یعنی مانند اخته کردن و سوزن زدن به بدن تا سرخ یا کبود گردانند. و هر کی بجز خدا شیطان را دوست گیرد پس به زیان آشکار زیانکار شده است. یعدهم و یمنیهم وما یعدهم الشیطان الا غرورا. او به آنها وعده می دهد و آنها را در آرزو می اندازد و شیطان به آنها وعده نمی کند مگر به فریب. اولئک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا. جای آنها دوزخ است و از آن راه خلاصی نیابند. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قیلا. و آنان را که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند به بستانهای درآوریم که زیر آن جایها می روند آنجا همیشه جاویدان باشند. وعده خدا راست است و کیست که در سخن از خدا راستگویتر باشد؟
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. کار نه به موافق آرزوی شماست و آن به موافق آرزوی اهل کتاب. هر کی کاری بد کند به آن جزا داده خواهد شد و برای خود بجز خدا هیچ دوست و یاری دهنده نیابد. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. آنان از مردان و زنان که مؤمن باشند و کارهای شایسته کنند به بهشت درآیند و مقدار نقیر ستم کردن نشوند. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهیم حنیفا واتخذ الله ابراهیم خلیلا. و دین کیست نیکوتر از کسی که روی خود را به خدا مطیع ساخت و او نیکوکار است و ملت ابراهیم را که حنیف بود پیروی کرد و خدا ابراهیم را دوست گرفته است. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض وكان الله بكل شيء محيطا. و آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است از آن خداست و خدا همه چیز را فراگیرنده است. و یستفتونک فی النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. و در باب زنان از تو طلب فتوا میکنند، یعنی چی نوع با آنها معامله باید کرد. بگو در باب آنها خدا به شما فتوا میدهد و آنچه در کتاب بر شما خوانده می شود در حق آن یتیمه ها نازل شده است که به آنها آنچه را نمی دهید که برایشان فرض کرده شده است و رغبت می کنید که با آنها نکاح کنید. و در باب کودکان ناتوان نازل شده است و به آن حکم است که به یتیمان با انصاف رفتار کنید و خدا به آنچه از نیکویی می کند داناست. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. و اگر زنی از شوهرش خوف سرکشی یا روگردانی داشته باشد، پس بر آنها باکی نیست که در میان خود به نوع صلح آرند و صلح کار بهتر است و نفسها بر بخل حاضرند، یعنی بخیلی بر آنها غلبه کرده است. و اگر نکوکاری و پرهیزگاری کنید، پس به درستی که خدا به آنچه میکنید داناست. ولن تستطيعوا أن
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. و هرچند با کوشش رغبت کنید هرگز نمیتوانید میان زنان عدل کنید. پس باره به تمام کجی مکنید تا آن که آن زنان را مانندی معلقه یعنی زنی نه طلاق شده و نه شوهردار واگذارید. و اگر اصلاح کنید و پرهیزگاری نمایید پس به درستی که خدا آمرزنده مهربان است. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. و اگر از یکدیگر جدا شوند یعنی مرد و زن خدا هر یکی را از توانگری خود به نیاز گرداند و خدا فراخ نعمتی استوارکار است. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. و آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است از آن خداست و همانا آنان را پیش از شما که کتاب داده شدند و شما را نیز حکم فرمودیم که از خدا بترسید و اگر کافر شوید پس به درستی که آنچه در آسمان ها است و آنچه در زمین است از آن خداست و خدا توانگری ستوده شده است. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. و آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است از آن خداست و خدا کارساز بس است. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. ای مردم اگر خدا خواهد شما را از میان می برد و دیگران را به وجود می آورد و خدا بر این کار تواناست. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. هر کی پاداش دنیا را بخواهد یعنی پاداش عمل را در دنیا طلب کند پس پاداش دنیا و آخرت نزد خدا است و خدا شنوای بیناست. یعنی پس چرا نه طالب هر دو باشد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ای مؤمنان در انصاف با استوارتر باشد، برای خدا گواه دهنده باشد، اگرچه بر ضرر خویشتن یا پدر و مادر و خویشاوندان چی توانگر و چی فقیر باشد. به هر حال خدا بر آنها مهربانتر است. پس از عدل روی گردانیده به خواهش نفس پیروی مکنید و اگر سخن را پیچانید یا روی بگردانید پس به درستی که خدا بر آنچه میکنید آگاه است. یا
أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ای مؤمنان، به خدا و پیغمبر او و آن کتاب که بر پیغمبر خود فرو فرستاده است و آن کتاب که پیش از این فرو فرستاده است ایمان آورد و هر کی به خدا و فرشتگان او و کتابهای او و پیغمبران او و بر روز آخر کافر شود همانا سخت گمراه شده است. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. کسانی که ایمان آوردند باز کافر شدند، سپس باز ایمان آوردند، سپس باز کافر شدند و در کفر زیادت کردند، یعنی اصرار کردند. خدا هرگز آنها را نآمرزد و هرگز به آنها راه ننمایاند. بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما. به منافقان از آن خبر ده که برای آنها عذاب درددهنده باشد. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. آنهایی که به جای مؤمنان کافران را دوست میگیرند آیا نزد آنها ارجمندی میطلبند؟ و به درستی که همه ارجمندی یک جا از آن خدا است. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. و همانا در قرآن بر شما حکم فرا فرستاده است چون بشنوید که آیتهای خدا انکار می شوند و به آنها تمسخر کرده می شود، پس با آنها منشینید تا آن که در سخن بجز آن شروع کنند، وگرنه شما هم مانند آنها باشد. به درستی که خدا همه منافقان و کافران را یک جا در دوزخ به هم می آورد. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. آنانی را که در انتظار شما هستند، پس اگر شما را از جانب خدا فتح باشد گویند آیا با شما نبودیم، یعنی از زمره شماییم، و اگر کافران را نصیب باشد گویند آیا بر شما غالب نشدیم و آیا شما را از ضرر مؤمنان باز نداشتیم، یعنی اصرارکارانه شما را مصلحت دادیم که با مسلمانان بجنگید و نگذاشتیم که به مصلحت دیگر عمل کنید. پس خدا روز قیامت میان شما حکم خواهد کرد و خدا برای کافران بر مؤمنان هرگز راه گشاده نگرداند، یعنی نشود که اسلام را ریشه‌کن گردانند. إن
المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قلیلا. همانا منافقان خدا را فریب میکنند و خدا نیز آنها را فریب میکند و چون به نماز برخیزند ناخواهان برخیزند و به مردم خودنمایی میکنند و به جز اندک خدا را یاد نمیکنند. مذبذبین بین ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبیلا. در میان این و آن دو دیلند، نه به سوی اینانند و نه به سوی آنان، و هر کی را خدا گمراه کند پس برای او هیچ راه نیابی. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبینا. ای مؤمنان، کافران را بجز مؤمنان دوست مگیرید. آیا می‌خواهید که برای خدا بر خویشتن حجت آشکار ثابت کنید؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. همانا منافقان در طبقه زیرترین آتشند و برای آنها هیچ یاری دهنده نیابی. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. مگر آنان که توبه کردند و خود را اصلاح کردند و بر رسن خدا چنگ زدند و دین خود را برای خدا خالص گردانیدند، پس آن گروه همراه مؤمنانند و خدا بزودی به مؤمنان مزد بزرگ بدهد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اگر سپاسداری کنید و ایمان آرید، خدا به عذاب شما چی کند؟ و خدا قدرشناس داناست. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. خدا بلند گفتن سخن بد را دوست نمی دارد مگر از جانب آن کس که ظلم دیده باشد و خدا شنوای داناست. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. اگر کار نیک را آشکارا کنید یا آن را پنهان کنید یا از ستم عفو کنید، پس به درستی که خدا عفو کننده تواناست. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. همانا کسانی که به خدا و پیغمبران او کافر می شوند و می خواهند که در میان خدا و پیغمبران او جدایی اندازند، یعنی به خدا ایمان آورند و به پیغمبران ایمان نآورند و می گویند به بعض پیغمبران ایمان می آوریم
و به بعض کافر می شویم و می خواهند که در میان این و آن راه گیرند. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهینا. آن گروه در حقیقت کافرند و برای کافران عذابی خار کننده آماده ساخته ایم. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. و با کسانی که به خدا و پیغمبران او ایمان آورند و در میان هیچ یک از آنها جدایی ناندازند، خدا مزدشان را خواهد داد و خدا آمرزنده مهربان است. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبینا. اهل کتاب از تو درخواست میکنند که از آسمان بر آنها کتاب فرود آری، یعنی یک دفعه. آنها از موسی بزرگتر از این را سؤال کرده بودند، گفتند به ما خدا را آشکارا بنمایان. پس به سبب گناهشان صاعقه آنها را گرفت. باز بعد از آن که به آنها معجزه ها آمد، گوساله را خدا گرفتند. پس این را از آنها عفو کردیم و به موسی غلبه آشکار دادیم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. و برای گرفتن پیمانشان طور را بالای آنها برداشتیم و به آنها گفتیم به دروازه سجده کنان درآیید و به آنها گفتیم در روز شنبه تجاوز مکنید و از آنها پیمانی استوار گرفتیم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. پس به سبب پیمان خود را شکستنشان و کفرشان به آیتهای خدا و پیغمبران را به ناحق کشتنشان و گفتنشان که دل ما در پرده است، بلکه خدا به سبب کفرشان بر دل آنها مهر نهاده است و به جز اندک ایمان نآورند. و بکفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما. و نیز به سبب کفرشان و گفتن بهتان بزرگ بر مریم، یعنی تهمت به زنا. و قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا. و به سبب گفتنشان که همان ما مسیح عیسی پسر مریم را کشتیم که پیغمبر خدا بود، به غضب خدا گرفتار شدند و او را نکشتند و او را بردار نکردند
ولیکن بر آنها مانند شد. و هر آینه کسانی که در باب عیسی اختلاف کردند از حال او در شک افتادند و آنها را به آن دانش نیست، لیکن پیروی گمان میکنند و به یقین او را نکشتند. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بلکه خدا او را به سوی خود برداشت و خدا غالب استوارکار است. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. و از اهل کتاب هیچ کس نیست مگر آن که البته به عیسی پیش از مردن عیسی ایمان آورد، یعنی یهودیانی که نزول عیسی را حاضر شوند البته ایمان آورند و روز قیامت عیسی بر آنها گواه باشد. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. پس به سبب ظلم که از یهودیان به ظهور آمد و به سبب بازداشتن آنها، یعنی مردم بسیار را از راه خدا، بر آنها چیزهای پاکیزه را حرام ساختیم که برایشان حلال بودند. و اخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرین منهم عذابا الیما. و به سبب سود را گرفتن آنها به حال آن که از آن من کرده شدند و اموال مردم را به ناحق خوردن آنها و برای کافران آنها، یعنی اصرار کنان در کفر، عذاب درد دهنده مهیا کردیم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لیکن از آنها ثابت قدمان در علم و مؤمنان که به آنچه به سوی تو فرود فرستاده شده است و به آنچه پیش از تو فرود فرستاده شده است ایمان می آورند و بر پادارندگان نماز و همچنین زکات دهندگان و به خدا و روز آخر ایمان آورندگان به آنها به زودی مزد بزرگ بدهیم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. به درستی که ما به سوی تو وحی فرستادیم، چنان که به سوی نوح و پیغمبران پس از وی وحی فرستادیم و چنان که به سوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نبیرگانش و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی فرستادیم و چنان که به داوود زبور را دادیم. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. و پیغمبرانی که قصه آنها را پیش از این به تو گفتیم و پیغمبرانی که قصه آنها را به تو نگفتیم و خدا
با موسی نیک سخن گفت. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل وكان الله عزیزا حکیما. پیغمبران مژده دهنده و بیم کننده فرستادیم تا مردم را بعد از فرستادن پیغمبران بر خدا حجت نباشد، یعنی تا نگویند که تقصیر ما نیست، هیچ پیغمبر نزد ما نآمد و خدا غالب استوارکار است. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لیکن خدا در حق آنچه به سوی تو فرو فرستاده است گواهی می دهد که آن را به علم خود فرو فرستاد و فرشتگان نیز گواهی می دهند و خدا گواه بس است. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. همان کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند در حقیقت سخت گمراه شدند. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. به درستی خدا کسانی را که کافر شدند و ستم کردند هرگز نمی آمرزد و به آنها راه را نمی نماید. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. مگر راه دوزخ در حالی که در آن همیشه جاویدانند و آن بر خدا آسان است. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ای مردم، به درستی که پیغمبر براستی از جانب پروردگارتان به شما آمد، پس ایمان آورید که برای شما بهتر باشد، یعنی ایمان آوردن، و اگر کافر شوید کفر شما به او زیان ندارد. پس همانا آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خدا است و خدا دانای استوارکار است. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ای اهل کتاب، در دین خود از حد مگذرید و درباره خدا به جز سخنی راست چیزی مگوید، جز این نیست که مسیح عیسی پسر مریم پیغمبر خدا و کلمه اوست که آن را به سوی مریم انداخت و روح از جانب خداست. پس به خدا و پیغمبران او ایمان آورید و مگوید خدایان سه اند. از این باز مانید، یعنی این گفتار که خدایان سه اند، تا برای شما بهتر باشد. جز این نیست که خدا معبود یگانه است و پاک است از آن که او را فرزند باشد. آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و خدا کار سازنده
بس است. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. عیسی هرگز از آن ننگ ندارد که بنده خدا باشد و فرشتگان مقرب نیز ننگ ندارند و خدا همه کسانی را که از بندگی او ننگ دارند و سرکشی نمایند یک جا نزد خویش خواهد برانگیخت. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. اما با کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند مزدشان را به تمام می دهد و به آنها از فضل خود زیاده می دهد. و اما کسانی را که ننگ داشتند و سرکشی کردند به عذاب درد دهنده عذاب می کند و برای خود بجز خدا هیچ دوست و هیچ یاری دهنده نمی یابند. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ای مردم، به درستی که دلیل از پروردگارتان نزد شما آمد و روشنی آشکارا به سوی شما نازل کردیم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اما کسانی را که به خدا ایمان آوردند و بر حسن او چنگ زدند به زودی در رحمت و فضل از نزد خود در می آورد و آنها را به سوی خود راه راست می نمایاند. یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. از تو طلب فتوا میکنند. بگو خدا شما را در باب کلاله یعنی میراث کسی که پدر و مادر و فرزند ندارد فتوا می دهد. اگر مرد بمیرد که فرزندش نیست و او خواهر داشته باشد پس نیمه آنچه گذاشته است برای خواهرش است و آن برادر وارث این خواهر می شود اگر او را فرزند نباشد و اگر دو خواهر باشند پس سه یکی آنچه گذاشته است برای آن دو است و اگر آنها چند تن باشند مردان و زنان پس هر مرد را برابری نصیب دو زن است. خدا حق را برای شما بیان میکند تا گمراه نشوید و خدا به همه چیز دانا است.